سلام به تک تک شما دوستان و یاران همیشگی کانال عضوی. اول اصلا بچه‌ها خیلی ممنونم بابت لایک ها و کامنت ها و توجهی که به کانال ما دارین، انرژی مثبتی که میفرستین. اگرم برای اولین بار هست که داره با کانال ما آشنا میشین، حتما سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید. من و همسرم در این کانال سعی میکنیم از تجربیاتمون، اطلاعاتمون در زمینه مهاجرت، تخصص خودمون و زندگی روزمره در اختیارتون بذاریم تا بتونیم با آگاهی بیشتر در زندگی تصمیم بگیریم و شاید بتونید از تجربیات ما استفاده ای ببریم. 3 2 1. خب بچه بریم سراغ بحث شیرین این جلسه. بچه تو این قسمت میخوام 10 تا تفاوت‌های مهاجرت برای پزشکا بین آمریکا و استرالیا را بهتون بگم. علت هم اینه که خب خیلی از دوستان من پیام میدن آمریکا بریم، استرالیا بریم، خیلی دارم به هر کدوم جداگانه پاسخ میدم. گفتم یه ویدیو بگیرم عمومی برای همه این قضیه رو توضیح بدم. خب بچه تفاوت اول بین سیستم آموزشی و تحصیلی است. در آمریکا سیستم مدیکال به صورت پست گراد هست، یه مدل پست گرادویت داره، یعنی شما برای مدیکال قبلا پریمد بخونی، پریمدیکال اسکول برین، بعد مدیکال اسکول وارد بشین، یعنی برین لیسانس یه چیز دیگه بخونی و بعد برای فوق وارد پزشکی بشین. در حالی که استرالیا این آپشن رو دارین که شما میتونید مستقیم از آندرگراد وارد پزشکی بشین و ادامه تحصیل بدین و برین بالا. البته تو استرالیا میتونید شما برین مثلا برین لیسانس بایومدیکال بگیرین و بعد برای مسترز برین دکتر آف مدیسن بخونین، ولی یا از هم ابتدا بخونین. نکته دوم برای سیستم ترینینگ و رزیدنسی هست بچه‌ها. اینی که استرالیا سیستم رزیدنسیش نسبت به آمریکا یکم پلو پخشه. علت هم داره، چون استرالیا بیشتر رو سیستم پریونتیتیو مدیسن کار میکنه و بیشتر فوکس روی جی پیه تا اسپشیالتی و تریتمنت. آمریکا متفاوته. آمریکا سیستم رزیدنسی خیلی استراکچرتر، خیلی ساخته و سازش بیشتره. تو استرالیا شما که مدیکال جنرال پرکتیس خوندین، جی پی شدین، بعد ترینینگ برین، بعد از ترینینگ اگه خواستین رزیدنسی برین، اول باید برین 1-2 سال نان اوارد یا نان کردیتد رزیدنسی بخونین، بعد از اون وارد رزیدنسی بشین و بعد از اون وارد رجیسترار بشین، بعد کانسالتنسی بشین. توی آمریکا هم مستقیم وارد رزیدنسی میشین، یعنی اون 1-2 سال اولی که دارین بین حالا فیلدهای مختلف میرین یا بخواین الیجیبل بشین یا کجا به شما پوزیشن میده، شما از همون ابتدا وارد میشید، یک زمینه مشخص مربوط به کار تحقیق خودتون وارد میشین و ادامه میدین. برای تخصص میخواین استرالیا انتخاب بکنین، کشور خیلی خوبی هست، ولی شاید آمریکا به پروفایل شما بیشتر بخوره برای تخصص تو استرالیا، پس اینا حواستون باشه. بچه‌ها تفاوت شماره 2 توی سیستم بهداشت و هلت کیر سیستم است. خب تو استرالیا سیستم سوشالایز داریم که به صورت عمومی همه رو تحت سیستم بیمه مدیکر قرار میده، بیمه ملی، بیمه دولتی قرار میده، در حالی که آمریکا پرایوت هست. لذا پرکتیس پزشکی در استرالیا تا بعد در استرالیا و آمریکا زبی تاسا هم تفاوت داره، گایدلاین ها متفاوته. در آمریکا چون پرایوت هست گایدلاین ها متفاوته، ولی در استرالیا نه، بیشتر یک سیستم شما باید فالو بکنین. گایدلاین ها مستقیم هست، سافر ها مستقیم هست، تعداد بیماری که در روز میتونی ببینی، نوع بیماری که میتونی ببینی، مناطقی که میتونی بری بیا، همه تحت کنترل هست و لذا این سیستم متفاوته. همچنین چون در استرالیا سیستم مدیکر هست و دولت پولش میده، تعداد مراجعه کننده خیلی بالاست، یعنی طرف همینطوری الکی میاد برای چکاپ، یعنی واقعا پزشکا برای گرفتن بیمار نیاز نه به تبلیغ دارن، نه به خاطر که سیستم هم پرایوت پابلیک هست و دولت پولش هست اجازه هم نداری بخوای تبلیغ بکنی. تو استرالیا اصلا قانونی نیست بخوای تبلیغ بکنی، چون هزینه رو دولت میده، اصلا اجازه نداره تبلیغ. ولی آمریکا هم متفاوته، شما میتونی تبلیغ بکنی، برای پرکتیس تبلیغ بکنی، مریض بگیری، کانال اینستاگرامی بزنی، شروع بکنی از این طریق برای خودت بیمار جذب بکنی و این تفاوت یک از تفاوت خیلی بزرگش هست. خب بچه‌ها تفاوت سومی که بین آمریکا و استرالیا وجود داره تو بحث درآمد و کامپنسیشن هست. خب بچه‌ها ببینید آمریکا به خاطر اینکه سیستم پرایوت هست، سیستم بیمه خصوصی هست و خب جمعیت هم 15 برابر بیشتر از استرالیا است، لذا درآمد پزشک‌ها بالاتره به دلایل مختلف. یک اینکه خب نرخ برابری دلار استرالیا و آمریکا متفاوته، 2 جمعیت آمریکا بیشتره و نکته سوم پرایوته. تو استرالیا به خاطر مدیکر تمام تعریف ها مشخصه، یعنی طبق مدیکر تعریف کانسالتیشن B یعنی مقدارش و کانسالتیشن C یعنی مدت زمان کاملا متفاوته.
روی کانسالتیشن بی مثلا دولت 47 دلار میده، 45 دلار میده، 48 دلار میده، روی کانسالتیشن سی 80 دلار میده. این تعریف سراسر استرالیا یکسان، حالا ایالت به ایالت یکم پایین بالا میشه، ولی آمریکا نه، چون خصوصیه یه دکتر میتونه برای یه بیمار مثلا 100 دلار چارج بکنه، یه دکتر میتونه 500 دلار چارج بکنه، دکتر میتونه 50 دلار چارج بکنه. اقتصاد آزاد و مارکت آزاد آمریکا، بیمه خصوصیه و تعریف وجود نداره. شما یه بیمارستان میرید برای اپریشن، چون بیمارستان خصوصی، اینجا بیمارستان خیلیش دولتیه، برای مثلا یه هرنیا شما رو مثلا 20000 دلار چارج میکنه، یه بیمارستان دیگه 8000 دلار چارج میکنه. البته میگم تخصص به تخصص متفاوته. پزشکانی دارن تو استرالیا که دارن متخصصن و میلیون دلاری دارن درآمد دارن، یه سری از تخصصا هم هست بچه‌ها که میدونید هر جای دنیا برین توش پول هست و راحت هم میشه پول توش درآمد. تفاوت چهارم اون بالانس بین کار و زندگیه. خب من فیدبکی که از بچه‌های آمریکا میگیرم اینه که واقعا مدت زمان و کار توی آمریکا خیلی خیلی بیشتره. خب جمعیت 15 برابر، رقابت بالاتر و سیستم خصوصی شما رو میگیره به کار. اینجا چون سیستم دولتیه و دولت پولشون گایدلاین داری، مثلا اینجا شما اجازه نداری بیش از مثلا 30 یا 5 تا مریض در روز ببینی. آمریکا نه، دولت خصوصی میگه واسه 60 تا مریض ببین، 40 تا مریض ببین، 50 تا مریض ببین. اینجا خیلی وقتا مثلا 17 تا مریض داری، 20 تا مریض داری، 21 مریض داری، 15 تا مریض داری. خیلی زندگی ریلکس تره و واقعا حقوقش هم خیلی خوبه. گفتم بچه‌ها مثلا به بالانس لایف و زندگی استرالیا از آمریکا میبره. خب استرالیا از آمریکا جلوتر هست. بچه‌ها نکته پنجم، تفاوت پنجم به پیشرفت کاری، کاریر ادوانسمنت، پروموشنه که شما میتونید تو کار چقدر بری بالا. خب بچه‌ها چه تو آمریکا چه تو استرالیا، اونجا جی پی به عنوان فامیلی مدیسن رجیستر بشین یا تو استرالیا به عنوان فامیلی جی پی رجیستر بشین. خب شما براتون کاریر گروث هست، شما میتونید اینجا میدونید که لول بندیده تو استرالیا، وی آر، نان وی آر، و همینطور سطحتون میره بالا، سابقه کاریتون. جدای از اون میتونید اینجا فلوشیپ بخونید، وارد رزیدنسی بشین، رجیسترار بشین، کانسالتنت بشین. خب همه این روند هم در آمریکا هم وجود داره که شما میتونید به اسپشیالتی برین و حالا ادوانس بشین و برین توی زمینه‌های دیگه مدیکال رزیدنت مدیکال آفیسر بشین. ولی خب تو آمریکا به خاطر اینکه جمعیت 15 برابر بشه این قضیه خیلی رقابتی تره و چون سیستم هم پرایوت هست برای استخدامی هم خیلی رقابتی تره. اینجا تو استرالیا چون سیستم حالت سوشالایز عمومی ملیه، خیلی راحت بیمارستان میگیره، دیسکریمینیت نمیکنن، بیشتر دنبال این دکتر اون دکتر نیستن، هر که بخواد بیاد کار بکنه جا هست. اینجا میخونم که درصد اشتغال پزشکا رو 95 هم که از دانشگاه میاد بیرون همه میرن سر کار، بدون وقت بدون معطلی میرن، حقوق هم برابره. مثلا آمریکا خیلی تفاوت بین حقوق بالاست، ولی تو استرالیا شما یه جونیور دکتر از ساعتی مثلا 45 دلار 50 دلار اینجوری شروع میکنی، بین 40 تا 50 دلار شروع میکنی جونیور دکتر و همینجور حقوقت میره بالا 100 دلار ساعتی و 150 دلار به لولت که میری بالا و کوالیفیکیشن ها و تجربه خب میره بالاتر. پس تو این قضیه هم من میگم آمریکا و استرالیا برابره، ولی آمریکا سخت‌تره چون جمعیت بالاتره و رقابت بیشتر و سیستم هم پرایوت. خیلی سیستم دیسکریمینیت میکنه تو آمریکا، یعنی پزشکای آمریکا خیلی یعنی سعی میکنن پولیتیکالی مثلا اوکی باشن و مثلا واقعا دست به خطای نظر رزومه‌شون اصلا خراب نشه. بچه‌ها تفاوت ششم تفاوت لایف استایل و فرهنگی. خب تو این قضیه 100% استرالیا میبره. چون بچه‌ها تو استرالیا کلا یه روحیه چیلدی هست، یعنی ملت میگن که آقا زندگی رو بکن، چقدر میخوای کار بکنی، اینقدر جمعیت نیست و علت هم داره چون واقعا جمعیت استرالیا 25 میلیونه، آمریکا 300 خورده میلیونه. خب لذا چون جمعیت آمریکا 15 برابر، خب رقابت بالاتر، شما همیشه کار بکنید 10 ساعت 12 ساعت کار بکنی. لذا اینجا قانون کار تو استرالیا خیلی قوی تره، دستتون حمایت میکنه. از لحاظ کالچری هم که اینجا استرالیا دور تا دورش ساحل و جنگل و طبیعت و کلا مردم استرالیا دنبال اینن که اشغال بکنن، تو طبیعت برن، با طبیعت بچرخن، آخر هفتهشون حتما دستشون باشه مال خودشون باشه. یعنی همین که محیط کار میاد بیرون واقعا گوشی‌ها خاموشه. من آمریکا از دوستام صحبت می‌کنم نه من میام خودم میشم ایمیلامو میزنم، پیپر ورکامو انجام میدم، تلفنامو جواب میدم. اینجا نه، اینجا مثلا من خودم 2 تا خط دارم دیگه، بعد گوشی کاری میام خونه دیگه قطعه، یعنی اصلا من جواب نمیدم تا فردا صبحش که میرم سر کار. اصلا یه رسمه
چون موقعی که من نیستم یه نفر دیگه ای هستی کار منو انجام بده، پس لازم من نباید تو اون دخیل باشم. ولی آمریکا میگم چون خصوصی رقابت خیلی بالاست، خیلی تو این زمینه از استرالیا سخت‌تر. تفاوت هفتمم در مورد سکیوریتی و سیفتیه، امنیته. خب بچه‌ها تو این قضیه استرالیا بازم از آمریکا میبره. بچه‌ها مشکل بزرگی که من دارم با آمریکا مشکل گانز هست، تفنگ هست. سالیانه نزدیک به 100,000 کشتار در آمریکا توسط تفنگ اتفاق میفته. البته نصفش که سویساید هست، ولی خب بخونیم مثلا 18-19,000 تاش مال هوم اینویژن، آدم ها میتونن تفنگ داشته باشن و این قضیه منو خیلی اذیت میکنه و هنوز من نتونستم باش کنار بیام. باورتون نمیشه من 14 سال استرالیا هستم، چندین ساله که شهروندم، پاس استرالیا دارم، آمریکا سفر نکردم. خانمم هم خیلی میگه بریم سفر بکنیم، ولی من خودم یه حسی دارم و واقعا دوست ندارم، چون واقعا هر هفته مس شوتینگ های بزرگ هست تو مدرسه، تو دانشگاه، این طرف اون طرف و واقعا آدم ها تلف میشن و این قضیه منو آزار میده. و البته خب بچه‌ام که اونجا بودن، دوستانی که اونجا بودن، خب دیدن، شنیدن و مثلا، ولی خب کسی آسیبی ندیده خدا رو شکر تا الان. ولی خب این قضیه برای من اذیت میکنه، یعنی و بودن کسانی که من میشناسم، الان آدم خیلی کله گنده هستن که مثلا باستون امریکا، ماساچوست درس خوندن، توی هاروارد اصلا طرف رفته پی اچ دیشو گرفته در زمینه نوروفارماکولوژی و میتیلیشن و کلا یادم خیلی کله گنده است استرالیا و خب فقط به خاطر همین قضیه از آمریکا مهاجرت کرده و الان سیدنیه و یه پوزیشن خیلی گنده‌ای هم سیدنی داره اینجا و داره کار میکنه. خیلی دوستان دیگه هم هستن. این تو این قضیه هم بازم استرالیا میبره. واقعا استرالیا کشور به شدت سیفیه. علت هم داره بچه، استرالیا به خاطر اون سوشالایز بودن و اون سوسیالیست بودنش خب میاد همه رو توی لول برابری حقوق نگه داره. مثلا پزشک و مهندس واقعا حقوقا بچه‌ها برابره. بچه‌ای که اینجا هستن میدونن آیتی، مهندسی، پزشکی، فروش، بازاریابی، اینا واقعا حقوقا خیلی به هم شبیه ها برابره و واقعا اون برابری عدالت اصلا نیاز داره کسی بخواد به کسی حمله بکنه، بدزده، گوشی بزنه، ماشین بدزده یا فلان بکنه. اینجا هم تو استرالیا قتل صورت میگیره، تفنگ هست و اینا بیشتر مال گنگ هاست، مال خلافکار هاست که مثلا با هم درگیر میشن هم، ولی مردم عادی رو هم نمیکشن و خیلی از این داستان. ولی میگم تو این زمینه هم حتما استرالیا از آمریکا میبره. بچه‌ها تفاوت هشتم تفاوت مهاجرتی هست و پالیسی هست که برای پزشکا وجود داره. خب بچه‌ها آمریکا برای مهاجرت پزشکا دو تا راه بیشتر نمیده، یا ویزای J1 هست یا H1B هست که ویزای فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی یا ویزای دانشی است. در حالی که استرالیا نه، اصلا ابتدا ویزای کار میتونید بیان، با ویزای آموزش، با ویزای تحصیلی میتونید بیان، با ویزای تحقیقاتی میتونید بیان و حتی میتونید اسکیل مایگرنت هم اقدام بکنید و رجیستر بکنید و بیان. یعنی راههای مختلفی وجود داره براتون. آمریکا رفتن بهش برای ایرانی الان خیلی سخت شده به خاطر قضیه کلیرنس. من پزشکار میشناسم که مثلا طرف 20 سال ایران سابقه کار داره، آدم خیلی کله گنده، چند سال تو کلیرنس گیر کرده یا چند ماه کلیرنس گیر کرده. الان اوریج کلیرنس برای بچهای ایران، اصلا کلا نه فقط پزشکی، کلا ایرانی با آمریکا خیلی طولانی شده، در حالی که اگر بخوام برای استرالیا اقدام بکنن راحت همه اگر زبانشون رو داشته باشن، پاس کرده باشن، آیلتس داشته باشن، 3 ماهه میتونن پذیرش دانشگاه بگیرن و با ویزای دانشجویی بیان، یا میتونن برای فرصت مطالعاتی اقدام کنن و فرصت مطالعاتی تو استرالیا مثلا با آمریکا تا بشه که فول فانده بچه‌ها. خیلی حالا برای مستر شاید پارشال فاند باشه 50% به شما بدن، ولی پی اچ دی همش فول فانده، کاملا فول فانده. و از طریق ویزای کار هم که من استند و پسوی گرفتم، کاملترین راهنمای مهاجرت پزشکار گرفتم و اونجا رو کامل توضیح دادم براتون که چجوری میتونید مهاجرت بکنید. پس تو این قضیه مهاجرت هم استرالیا از آمریکا میبره، اونم به خاطر اینکه یک، پسوی هایی که وجود داره بیشتره، دو اینکه کلیرنس دیگه استرالیا نداره که شما بخواید 9 ماه همه کاراتو کردی 9 ماه 10 ماه یا یه فرصت نامعلوم تو کلیرنس منتظر باشه که بخوای کلیر بشی بری مهاجرت بکنی. دلیل نهم و یه دلیل خیلی خیلی مهمی که برای خیلی از شما مهمه، چون میدونم بچه دارین یا دارین همراه با همسرتون سفر میکنین یا میخواین در آینده بچه دار بشین، فامیلی و سوشال لایفه.
اگر بخوام بین آمریکا و استرالیا کامل توضیح بدم بهتون، تو این قضیه هم 100% استرالیا میبره، چون تو استرالیا اصلا در دنیا به خاطر کیفیت بالای دانشگاهاش و حتی مدارس عمومیش سرآمده و واقعا تو همه دنیا میشناسنش. دوم که به خاطر پالیسی هایی که برای در محور، یعنی بیشتر خانواده محوره و امنیتی که وجود داره برای شما برای بزرگ کردن بچه‌هاتون. ببین مثلا کودک آزاری، خیلی از کرامای دیگه اینجا واقعا نیست، نه تنها جرم، واقعا نیست، خیلی راحت بچه‌تو میذاری میری. همینی که واقعا تفنگ وجود نداره که اگه بچه‌تو میذاری مدرسه تن نلرزه، اگه رفتی پیکاپش کنی خودشو میبره یا دور ازشون جنازه‌شون به تحویل میدن. از یه طرف دیگه واقعا میگم استرالیا به خاطر طبیعتی که داره، توجهی که به کودکان داره و منابع اقتصادی که در اختیارتون میذاره واقعا از آمریکا بالاتره. به عنوان مثال میگم شما اگر با خانواده‌تون مهاجرت بکنید و PR استرالیایی با اومدید مهاجرت کنید، به پزشک عمومی هستید، یه اسکیمی هست در استرالیا به نام National Home Affordability Scheme. در موردش قبلا ویدیو گرفتم، میتونید برید تو کانال ببینید. شما مثلا اگر یه کاپل باشین با 2 تا بچه و درآمد شما، خانمتون کار نمیکنه، درآمد شما زیر سالی $180,000 باشه، دولت به شما خونه دولتی میده، اصلا نیاز نداره استراگل بکنی. بچه شما میره مدرسه، کاملا ساپورت به شما، چالد ساپورت میدن، کمک هزینه کودک میدن به ماهیانه. بچه شما میتونه بره دانشگاه، مدارس عمومی، بالاترین سطح کیفیت آموزش رو دریافت بکنه. حالا بعضا هستن که خصوصی میذارن ولی عمومی واقعا عالی. یعنی تو این قضیه هم حتما استرالیا از آمریکا میبره. خب بچه‌ها دلیل دهم و تفاوت 3 2 1. خب بچه‌ها تفاوت دهم بین آمریکا و استرالیا بین رگولیتوری، همون نظام پزشکی، و همون پزشکی قانونی یا نظام پزشکی. رگولیتوری یا مال پرکتیسه که شما به خلاف‌های پزشکیان رسیدگی بکنن. خب بچه‌ها تو آمریکا چون سیستم پرایوته و اول از اینکه بگم حرفم اشتباه برداشت نکنه، آمریکا واسه شد کشور خیلی عالی ان، جفتشون سیستم رگولیتوری خیلی قوی دارن، چه CDC، FDA و خیلی از این داستان ها، ولی تو استرالیا از آمریکا قوی تره و علت‌هاش هم بهتون میگم چرا. بچه‌ها توی آمریکا به خاطر اینکه تو این چندین ساله شرکت‌های فارماکولوژی که شرکت داروسازی و بیمه به شدت لابی‌های قوی دارن و به شدت قوی شدن و سیستم کلا پرایوت هست، به کسی جواب نمیده. درسته مثلا CDC میاد مثلا یه گایدلاین میده بیرون، FDA میاد فلان مدیکیشن رو اپروو میکنه، ولی یه سرچ بکن میبینی که یه حجم بسیار زیادی از داروهایی که داره پرکتیس میشه و روشایی که داره پرکتیس میشه برای اونجا به قول معروف روی حالت امرجنسی FDA اپروو کرده و هنوز هیومن ترایال نداره، در حالی که استرالیا میگه حتما باید هیومن ترایال داشته باشه. برای اینکه خیلی از روش‌های درمانی و اکسپریمنتالی که تو آمریکا وجود داره در استرالیا اصلا اجازه پرکتیسش را نداری. نکته دوم به این خاطره که میگم آمریکا چون خیلی از این کمپانی داروسازی و خیلی از اینها تبلیغات میکنن، خصوصا بیمارستان دارن، اصلا کلا پزشکی میره آقا درسته گایدلاین اینه، ولی در قالب این چارچوب ما پروتکلمون اینجوریه. لذا رگولیتوری و تو آمریکا از استرالیا یکم ایزی گوینگ ترن. نمیگم با احترام تا اون پزشکا همه دارن زحمت میکشن، همه کوالیتی پیشنت برای کوالیتی کیر مهمه، نگهداری از پیشنت براشون مهمه، همه دارن زحمت میکشن، ولی تو آمریکا نسبت به استرالیا یکم این قضیه ایزی گوینگ تر، راحت تر میتونن از این قضیه بگذرن و برن جلو و براشون نیست. استرالیا برخلاف چون جمعیت یک به شدت کمه، تمام این سیستم از طریق دولت بودجه داده میشه، چه سیستم درمان، چه دارو، چه بیمارستان، چه سیستم پزشکی، همه داره از طریق دولت فاند میشه. خیلی مدیکر رو اینها فوکس داره، حتی برای پرسکریپشن. توی آمریکا خب خیلی سر این پرسکریپشن ها دارن خب خلاف های صورت میگیره برای داروهایی که تجویز میشه، فریکونسی که تجویز میشه و تعدادی که تجویز میشه و نسخه‌ای که همینطوری داده میشه میره بیرون. استرالیا نه، اینجا واقعا سیستم مدیکر رو اینا کنترل داره، چون تمام نسخه دولت پولش رو میده، یعنی سوبسیدایز میکنه.
خیلی اینا فوکس دارن روی شورتجا، همینطور رو داروهای اساسی و اولیه، همینطور نه تنها باید اون پزشک عمومی امضاش پای نسخه باشه، حتما باید پزشک متخصص هم امضاش پشت نسخه باشه. همه چی الکترونیک هست، خارج از اون داده نمیشه و خیلی کنترل از اون قضیه روی این داستان هست. حتی کیس های خیلی بزرگ هستن تو استرالیا، افراد بسیار بنام و سرشناسی که مثلا آدمی که 1000 تا بیمار رو جونش رو برگه نورو سرجنی که به شدت کارش درسته و اصلا در دنیا منطقه، ولی به خاطر 2 تا عمل که حالا خودش هم اظهار کرد مقصرم خودش، حالا به هر دلیلی و اون بیمار چند هفته بعد فوت میکنه، بعد از حدود 20 سال جراحی نه تنها لایسنسش رو کلا باطل کردن بلکه کلی جریمه‌اش کردن. اصلا تو استرالیا اصلا نمیتونه بیاد ری اپلای بکنه، جریمه‌اش کردن، زندانی بریدن و بعد از همون داستان‌ها الان طرف داره میره اسپانیا یا آمریکا میره عمل میکنه. اصلا استرالیا اصلا اجازه طبابت و هیچ پیشنتی نداره و هر کی میخواد ببینتش استرالیا بعد بره اسپانیا، بره آمریکا اونجا ببینه و عمل بکنه و بتونه این کار رو انجام. لذا تو این قضیه هم استرالیا خیلی نسبت به آمریکا سرسخت گیرانه تر عمل میکنه. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، نکات خیلی مفید و مثبتی از این ویدیو دیده باشین و خیلی چیزا دستتون اومده باشه. خصوصا تفاوت‌های اصلی، یعنی 10 تا تفاوت اصلی بین آمریکا و استرالیا بهتون گفته باشن، در نوع آموزش، در دوران آموزش، دوران تحصیل، نوعش، زندگی، درآمد، امنیت و کلی داستانای دیگه. بچه‌ها بازم میگم ممنونم که این ویدیو رو دیدین تا دیدین. حتما نظرتون رو برام کامنت بکنین، هر سوالی دارین زیر اینجا بنویسین، بهتون پاسخ میدم، برسم پاسخ میدم، نرسیدم و چند روز بعدش میام پاسخ میدم. بچه‌ها ویدیو رو حتما با دوستاتون به اشتراک بذارین و تا ویدیو بعدی خداحافظ.